انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اتحادیه اروپا با نشر بیانیه از تأسیس جایزه فیض نیسا واحد خبر داد. در بیانیه آمده است جایزه در وزارت عدلیه جمهوری لیتوا دیروز 16 ایول به قید گرفته شده است. جایزه به فعالان در جاده‌های دفاع از حقوق بشر، ترویج رشد تحملگرایی و همزیستی مذهبی و قومی، رشد صاحبکاری، دفاع از حقوق اقتصادی شهروندان، رشد مطبوعات آزاد و دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران سپاریده خواهد شد. گفته شده است هر کسی که یکی از شرط‌های نام برده را دارا باشد، نام و نسبش همراه با کارنامه مختصرش تا سنه 20 آگوست سال 2019 به پست الکترونی wahidova@gmail.com فرستاده شود. لازم به یادآوری است که نامزدهای پیشنهاد شده توسط کمیسیه ارزیابی و تشخیص برندگان جایزه بررسی و ارزیابی می‌شوند. از میان آنها شایسته‌ترینشان انتخاب شده در روز مقرر جایزه به او اعطا می‌گردد. تمام طلبات برای به دست آوردن جایزه در آیین‌نامه جایزه فیض نیسا واحد آورده شده است. متن آیین‌نامه در پایگاه پیام قابل دریافت است.